یک سوال داشتم. همین شوهر استاد جان با 5 فرزند همه شرایط رو تامین کند، مثلا همه 100% بعد دوم زن میگیرم گفته از زن روزی که پرسد روزی نشوی گناهکار میشوی. در قرآن چی آمده که خواهرم درباره ریزگی زن، درباره زن دوم و سوم در شریعت یگان چی ندارد، نقش ندارد. یعنی شما روزگی دادید ندادید شوهرتون خواهد زن میگیرد، به این گناهکار نمیشود. در شریعت در یگان جا آمدگی نیست که تو برای زن دوم از زن یکمت اجازت پرس یا برای زن سوم از زن دومت اجازت پرس. شما دادید ندادید شوهرتون خواهد زن میگیرد، خواهد نمیگیرد. برای چی؟ برای اون که زنها اساسا به این چیز اجازه نمیدهند. حتی بعضی مادرها اجازه نمیدهند. مادرها بعضیشون به زن دومی فرزندشون اجازه نمیدهند زن دوم گرفتن، به شرطی اون که عدالت کنی، عدالت کرده توانی، هم از جهت محبت های ظاهری، هم از جهت مهیا کردن با خانه و با سر و لباس و هرچی از تامین شریعت است. زن دوم گرفتن و سوم و چهارم گرفتن حلال است و در اینجا رضاگی زن هیچ نقش ندارد. شما راضی هستید نیستید، شوهرتون زن برای زنگیری حق دارد و از شما پرسیده است، شاید یگان احترامتون کرده است، اما این به شریعت یگان رابطه ندارد. اما در عموم خواهرانی که نسبت زن 2 و 3 و 4 چنان نظر دارد که از زنا هم بدتر است، یعنی میگوید بگذار یک بیوه بازی کند، بگذار معشوقه بازی کند، یک روز هست آن، اما زن نگیرد که تمام عمر است، این مصیبت است برای تو. این نابودی در دل شما، نابودی ترس الله است که شما حلال الله را بدتر از حرام الله میدانید. آره، صبر کردن به زن 2 و 3 خیلی وزمین است. همسران پیامبر با همدیگر بعضی تلاش های و گپ های داشتن که بین همه مثلا زن 2 و 3 یا در جای ما میگن بخ جان وجود دارد، اما در دلتون یا در زبانتون یکی گفتید من اصلا به این چیز راضی نیستم، فلانی با فلانی زنا کرده است، با که ندارد، یک روز است گناه کرده است، فلانی زن گرفته است رویش سیاه باد، اینجا مشکلی دارید. حلال و حرام رو شما نعوذ بالله برای نفس خود حرام رو بالاتر میدانید از حلال. یا اینکه مثلا خواهرانی هستن که حتی میگویند چقدر خواهد معشوقه بازی کند بود، یا گفتیم به زنا دست زند بود و من نگوید بود، اما این گونه زنگیریش رو نمیبخشم. الله تو رو نمیبخشد. چرا درباره زنا یعنی این گونه صحبت کنیم و درباره حلال رو قبول نداریم؟ شما گفتید من رشک دارم، او همه رشک دارد، همه زنها رشک دارن، همسران پیامبر رشک داشتن، این چیزی عادی هست، اما این چیز رو قبول نکرده، حتی زنا رو قبول کردن. و چه خیلی گفتم، من شخصا زنهای رو میشناسم که وقتی درباره یک مرد زناگر صحبت شد عادی صحبت میکنن، وقتی درباره برادری ریشدار، برادری دینداری که 2 زن گرفت صحبت شد، دیگر در چهره آنها نفرت دیده میشود. وای بر حالتون که زنا رو شما بالاتر و حلالتر و حتی آسانتر میدانید از زن دوم و سوم، که این خیلی مشکلی است. اما چه خیلی گفتم در شریعت نآمده است که تو اجازت بپرس و بعدن زن گیر، این گپ وجود ندارد، چون زنها اساسا اجازت نمیدهند برای زن 2 و 3.